آیا جایز است که یک عالم، یک دانشمند مسئله را پورا و کامل ندانسته یک مصلحت دهد به انسانی که زنش را طلاق گفت؟ نه، در مسئله های شرعی بی علم گپ زدن حرام است. همسایه شرک در قرآن کریم است. و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. الله تعالی میگوید که این که به الله تعالی شریک بیارید، یعنی الله تعالی شما را نهی میکند. شریک آوردن بزرگترین گناه است. و بعد شریک آوردن و هم همسایه قرآن کریم، همسایه در قرآن کریم یعنی همسایه شرک است. ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، اینکه از نام الله تعالی بی علم گپ زنید، علل خصوص مسئله حلال و حرام. بنابراین بعضی علما گفتن که و از این هم بدترش آن است که دین خود را بر فایده دنیای کسی فروخته است. یک علمدار یا یک دومولا اگر دین خود را میفروشد وقتی که ناحق از نام شریعت چیزی که الله و رسول نگفته است اگر گوید، دین خود را سوخته است، دین خود را فروخته است به دنیای غیرش. دیگر کس بهره میبرد و این دینش میسازد. یعنی این بدتر از آن آدمی که دنیاش فروخته است یا دینش برای دنیاش فروخته است. بعضی انسان ها هستن که دین خود را برای دنیا شده میفروشن، برای منصب، برای پول و مال و دیگر چیز دین میفروشن. این آدم برای دنیای دیگر کس دین خودش فروخته است. فهمیدید؟ بنا بسیار گناه عظیم است که بی علم انسان از نام شریعت سخن کند. بنابراین کسی علم ندارد خاموش نشیند، کسی که علم دارد بیان کند.